آیا میدونستین میتونین با یه فرمول خیلی ساده بهره‌وریتون رو چندین برابر کنین؟ شاید فکر کنین بهره‌وری یعنی ساعتها پشت سر هم کار کردن. اما امروز میخوام یه ترفند ساده و جالب رو بهتون یاد بدم که هم کارتون رو جلو میبره و هم انرژیتون رو حفظ میکنه. حالا فرمول چیه؟ 10 به علاوه 2 ضرب در 5. عجیب به نظر میاد. ولی نگران نباشین. خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنین. کافیه 10 دقیقه کار کنین، بعد 2 دقیقه استراحت. این کارو 5 بار در ساعت تکرار کنین. با این روش نه تنها تمرکزتون بالا میره، بلکه به راحتی بدون خستگی ساعتها کار میکنین. این تکنیک رو اولین بار یه نویسنده و پادکستر و مشاوره بهره‌وری به نام مرلین مان پیشنهاد داده. کسی که میگن توی بهره‌وری یه استاد به تمام معناست. اهل آمریکاست و به خاطر ایده‌های مدیریت زمانش معروفه. پس اگه دنبال یه راهکار واقعی و امتحان شده برای بهره‌وری هستین، این فرمول رو توی روزتون پیاده کنید و نتیجهش رو ببینید. البته این تنها روش افزایش بهره‌وری نیست. شاید جالب باشه بدونین یه تکنیک دیگه هم هست که به همون اندازه موثره و داستان جالبی پشتش داره. تکنیک پومودورو. داستان از دهه 1980 شروع میشه. یه دانشجوی ایتالیایی به نام فرانچسکو سریلو که همیشه توی تمرکز مشکل داشت، حسابی به سطوح اومده بود. برای همین یه روز تصمیم گرفت یه راه حل ساده رو امتحان کنه. یه تایمر آشپزخونه به شکل گوجه فرنگی برداشت و به خودش گفت بذار ببینم میتونم فقط 25 دقیقه بیوقفه کار کنم یا نه. تایمر رو تنظیم کرد. 25 دقیقه بدون حواس پرتی کار کرد و بعد یه استراحت 5 دقیقه‌ای به خودش داد. همین باعث شد تمرکزش به شدت بالا بره بدون اینکه خسته بشه. اینجوری شد که تکنیک پومودورو به دنیا اومد. توی این روش شما 25 دقیقه کار میکنید و بعد 5 دقیقه استراحت میکنید. وقتی این رو 4 بار تکرار کردید، یه استراحت طولانی تر هم دارید. این روش به مرور تو دنیا محبوب شد چون برای کارهای پیچیده و طولانی عالیه و باعث میشه ذهنتون خسته نشه. پس اگه دنبال یه روش ساده و موثرین که بتونید تمرکزتون رو برای پروژه‌های بزرگ و طولانی نگه دارین، پومودورو رو امتحان کنید و از قدرت تمرکزش لذت ببرید. حالا که با هر دو تکنیک آشنا شدید، شاید بپرسید کدوم یکی بهتره. هر دو برای افزایش تمرکز و بهره‌وری طراحی شدن. 10 به علاوه 2 ضرب در 5 برای کارهای کوتاه و سریع، افزایش انگیزه و بهره‌وری تو طول روز بدون فشار زیاد روی ذهن مناسبه. پومودورو برای پروژه‌های عمیق‌تر و طولانی‌تر که نیاز به تمرکز بالاتر دارن، به خصوص اگه دنبال تعادل بین کار و استراحت در بازه‌های طولانی‌تر هستید. در نهایت میتونید بسته به شرایط کاریتون یکی از این تکنیک ها رو انتخاب کنید یا حتی هر دو رو ترکیب کنید. هر کدوم از این روش ها رو که امتحان کنید مطمئن باشین بهره‌وری و تمرکز شما به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه.